سلام، مرضیه بهروزی هستم. رسالتم انتشار نور آگاهی است. به مدیتیشن پورتال 88، پورتال لئو یا دروازه شیرها خوش اومدید. امیدوارم اهمیت این پورتال عظیم انرژیکی رو درک کنید. این پورتال مصادف با یک آغاز جدیده که در ریشه‌کن کردن گره‌های بزرگ زندگیت به طور مستقیم تأثیر گذاره، خصوصاً گره‌های مالی. در ادامه ازت میخوام با عمق جانت همراهم باشی. در رابطه با زمان انجام این مدیتیشن، توصیه من صبح‌ها بعد از بیداری، یعنی زمانی که در آلفا هستی، انجام بده. اگر میخوای در دل مادر زمین انجام بدی، بهتره که در زمانی که خورشید در آسمان هست انجام بدی. اگر نتونستی، شبها هم میشه. اگر در دل زمین نتونستی انجامش بدی، در خونه هر ساعتی میتونی انجامش بدی. من فقط پیشنهاداتم رو بهتون گفتم. پیشنهاد بعدی من اینه که اگر میتونی قبل از انجام مدیتیشن دوش بگیری و اطرافت رو مرتب کنی تا انرژی بیشتری رو جذب و دریافت کنی. حتی اگر یک روز هم این مدیتیشن رو انجام بدی، برات اثرگذاره. حالا اگر چند روز انجامش بدی که تاثیر بالاتری برات داره. بریم که مدیتیشن رو شروع کنیم. اگر میخوای این مدیتیشن رو نشسته انجام بدی، ستون فقراتت صاف، و اگر میخوای به صورت درازکش انجام بدی، رو به آسمون دراز بکش. ازت میخوام چشم‌هاتو ببندی و با دم و بازدم آگاهانه تمامی گرفتگی ها، تنش ها، انرژی های منفی و بیماری ها رو از روح، ذهن و جسمت خارج کن. ازت میخوام برای چند ثانیه بر روی جسمت متمرکز باشی و اگر گرفتگی در نقطه‌ای از بدنت احساس کردی، با دم و بازدم اون رو به سمت بیرون هدایت کنی. دم، بازدم، دم، بازدم، مجددا دم، بازدم. دم عمیق، بازدم. حالا ازت میخوام بر روی ذهنت تمرکز کنی و اگر افکار ناراحت کننده‌ای به سراغت اومد یا هر افکار دیگه‌ای، با دم و بازدم آگاهانه تمام این ناراحتی ها رو به سمت بیرون هدایت کن. دم، بازدم، دم، بازدم، مجددا دم، بازدم. حالا ازت میخوام به تمام اعضای بدنت، از فرق سرت تا نوک انگشتان پات، فرمان رهایی بدی. شروع کن دونه بدونه اعضات رو اسکن کن و فرمان رهایی بده. حالا آماده جذب و دریافت
انرژی پورتال عظیم لئو هستیم. با هم وارد دنیای درونت میشیم. دنیایی که مملو از عشق و آرامش، دنیایی که امن‌ترین نقطه وجودی توه، دنیای درونت، دنیای آرامش ها. همینطور که در حال بررسی دنیای درونت هستی، ببین که یک در روبروته، دری عظیم و طلایی رنگ که سردرش علامت یک شیر بزرگ حک شده. پرتوی نورهای طلایی رو ببین که از گوشه و کنار این در به بیرون سرازیر شده. این در قلب توه که از جانب کائنات به دروازه شیرها وصل شده. این دریچه خلق خواسته های تو از ابعاد بالاتر به بعد زمینه. حالا ازت میخوام به آرومی در رو باز کنی. نور رو ببین که سراسر فضای روبروتو در بر گرفته. دسته دسته فرشتگان سفید پوش با بالهای عظیم رو ببین که ورود تو به این پورتال 8/8 تبریک و خوش آمد میگن. این فرشتگان برای ادامه مسیر نور در خدمت تمام رزماوران نور هستند. با عشق و احترام تو رو به سمت تخت پادشاهی هدایت میکنن. بهشون اعتماد کن. جلو و جلوتر برو. در این سرزمین جدید تو میتونی به تمام کهکشان‌ها و جهان هستی متصل بشی. ای رزماور نور، اینجا نقطه رسیدن به فراوانی و ثروت‌های عظیم کائناته. اینجا نقطه‌ایه که به راحتی به تمام اون چیزی که در هماهنگی با مرحله روح توست وصل میشی و همه چیز برات مهیا میشه و از این نقطه به اذن خداوند وارد مسیر رسیدن به تمام خواسته هات میشی. همینطور که مسیر رو با همراهی فرشتگان طی می‌کنی، وارد کهکشان ها میشی و یکی یکی از کنار ستاره ها عبور می‌کنی. ستاره‌ای درخشان به تو چشمک میزنه و تو رو فرا میخونه. نوری عظیم از اون ستاره به حرکت در میاد و وارد دریچه چشم سومت در میان دو ابروت میشه. ازت میخوام چرخش این انرژی عظیم رو در جایگاه چشم سومت احساس کن. مجدداً از اون ستاره نور دیگری وارد چاکراه قلبت در مرکز قفسه سینه‌ات میشه. ازت میخوام با دقت چاکراه قلبت رو بررسی کنی. انرژی عشق رو هر لحظه بیشتر احساس کن.
این انرژی عظیم از این پس احساساتی رو در وجودت زنده میکنه که با تمام وجود عشق بی قید و شرط به مخلوقات خداوند هدیه بدی. این انرژی قدرت دریافت عشق از کائنات رو در وجود تقویت میکنه. چاکراه قلب و چشم سوم تو به منبع اصلی کائنات، منبع نور، متصل شده. حالا ازت میخوام با دقت بدنت رو بررسی کنی. رفت و برگشت تارهای انرژی رو احساس کن. این انرژی تو رو به خود برترت، به روح بیدارت متصل میکنه. اینجا دروازه ورود تو برای خلق خواسته های هماهنگ با روح عظیمته. این انرژی بدنت رو آماده دریافت الهامات و شهودات الهی میکنه. حالا ازت میخوام به اطرافت توجه کنی. این فضا فضاییه که خداوند برای روح تو چیدمان کرده تا نقشه الهی زندگی تو به رود باز بشه و در ادامه مسیر رو به زیبایی نقش آفرینی کنی. وقتش رسیده که انرژی های دریافتی رو در کل بدنت منعکس کنی و کل چاکراهاتو شارژ کنی. وقتش رسیده این انرژی عظیم رو به 7 کالبدت انتقال بدی. حالا زمان خلق خواسته های توست. ایمان داشته باش این لحظه هر خواسته ای که ناخودآگاه در وجودت شکل گرفته یا ناخودآگاه به زبانت جاری شده در هماهنگی با مرحله روح توست. پس اینجا فرصت انرژی رسانی به هر آنچه که میخواهی رسیده. هر آنچه که میخواهی باشی و در زندگی خلق کنی. هر خواسته ای که داری رو چند لحظه ای تصور کن. اگر نمیتونی تصور کنی کافیه که به خواسته هات فکر کنی.
ازت میخوام به برنامه بی عیب و نقص خداوند برای خلق خواستهات ایمان داشته باشی. پس دقت کن، در مسیر پیش رود ایمان فعال بزرگترین کلید خلق خواسته های توست. حالا به اطرافت نگاه کن. تمام خواسته های تو در دروازه شیرها ثبت و ضبط شده و به زودی تماما خواسته ها تو در بعد زمین نقش آفرینی میکنی. در این پورتال لئو به اذن خداوند قدرتی در تو بیدار شده تا تمام آرزوهات رو خلق کنی. حالا ازت میخوام با تمام انرژی عشقی که دریافت کردی در دلت با من تکرار کن. من در این پورتال لئو درخواست همسویی خواسته هایم را دارم. من همسو با خلق خواسته های زمینیم هستم. من درخواست هماهنگی با کائنات را دارم و طلب می کنم که ندای روحم را به وضوح بشنوم یا از طریق نشانه ها درک کنم. حالا ببین نوری دایره‌وار از کهکشان ها وارد تاج سرت میشه. درست در مرکز چاکراه تاجیت این نور چاکراه تاجیت رو به ابعاد معنا وصل میکنه و این نور وارد چاکراه چشم سوم در بین دو ابروت میشه و آگاهی ناب به همراه دیتاهای خاص از عالم بالا به تو میبخشه. حالا ببین نوری دایره‌وار از کهکشان وارد تاج سرت میشه. درست در مرکز چاکراه تاجیت این نور چاکراه تاجیت رو به ابعاد معنا وصل میکنه و این نور وارد چاکراه چشم سوم در بین دو ابروت میشه و آگاهی ناب به همراه دیتاهای خاص از عالم بالا به تو میبخشه. حالا این نور رو ببین وارد چاکراه گلوت میشه و به تو قدرت ابراز عشق به تمام عالم رو میده. ابراز آگاهی، حالا این نور رو ببین وارد چاکراه گلوت میشه و به تو قدرت ابراز عشق به تمام عالم رو میده. ابراز آگاهی، ابراز حقیقت وجودی، ابراز برای تکامل مسیر نقشه نور زندگیت. این نور وارد چاکراه قلبت درست در وسط سینت میشه و تمام رنج‌های خفته رو پاکسازی میکنه و عشق بی قید و شرط به تو هدیه میده. سلول به سلول وجودت مملو از عشق بی قید و شرط میکنه. سلول به سلول وجود تو
مملو از عشق بی قید و شرط میکنه. این نور وارد چاکراه خورشیدی در قسمت بالای نافت میشه. این نور عظیم رو از چاکراه خورشیدی به کل کائنات بازتاب کن. در این بازتاب تمام خواسته ها و آرزوهای تو ثبت میشه و تمام انسدادهای مالی تو ریشه‌کن میکنه و برای همیشه راه ورود برکت و پول به روی زندگیت باز میشه. این نور احساس ارزشمندی رو در تو زنده میکنه. حالا این نور وارد چاکراه جنسیت در زیر نافت میشه و نیازهای درونی تو رو تأمین میکنه. این نور وارد چاکراه ریشت در انتهای ستون فقراتت میشه و احساس امنیت از منبع کائنات در وجود تو کدگذاری میشه. تو در آغوش خداوند هستی و این احساس امنیت رو هر لحظه و هر کجا حس میکنی. این نور کل وجودت، کل چاکراهات و 7 کالبد تو انرژی رسانی میکنه. حالا در دلت با احساس عشق با من تکرار کن: در پورتال 8/8 روح، جسم و ذهنم از منبع نور تغذیه می کنند و در هماهنگی با آوای کائنات هستند. من در هماهنگی با آوای کائنات هستم. من در هماهنگی با آوای کائنات هستم. من به راحتی به همه اهدافم که همراستا با چیدمان خداوند هست دست پیدا می کنم. من آوای خوش کائنات را می شنوم و قلبم را به سمتش هدایت می کنم. کائنات در تمام مسیر زندگیم پشتیبان من است. من در پورتال قدرتمند لئو زندگی جدیدم را با آرامش، عشق، ثروت، برکت، سلامتی با همراهی خداوند خلق می کنم. تمام کائنات برای تحقق زندگی که لایقش هستم دست در دست هم می دهند. من با ورود به پورتال لئو قدمی بزرگ برای کشف قدرت‌های درونیم برداشتم و دریچه‌ای بی نهایت از آگاهی به روی من گشوده شده است. در پورتال لئو زندگیم به سمت تحقق جوهره اصلی وجودیم هدایت می شود. با ورود به پورتال 8/8 عمیقاً درونم را کشف می کنم و به دیتاهای اصلی وصل می شوم. من حقیقت وجودیم را کشف می کنم و این آگاهی را از روح به ذهنم منتقل می کنم. من با ورود به پورتال لئو تا بیکرانها
سرشار از عشق، ثروت، سلامتی، برکت، پول و آرامش می شوم. من با ورود به پورتال 88 به کمک کائنات به خودشناسی عمیق دست پیدا می کنم. من با ورود به پورتال لئو دریچه خرد و آگاهی ناب به رویم گشوده می شود. من با این پورتال سفری عمیق، سفری معنوی را شروع می کنم. ورود به دنیای بی نهایت آگاهی و خرد و روحم را به تعالی می رسانم. پورتال لئو مسیری برای تحقق بخشیدن به خواسته های زمینیم است و نردبانی برای ورود به ابدیت، به جاودانگی. حالا ازت میخوام با تمام وجود از خداوند بزرگ، از پادشاه عالم شکرگزاری کنی برای این آگاهی ناب که در DNA روحی تو، در ذهن و جسمت کدگذاری شده. شکرگزاری کن. ازت میخوام پیشا پیش برای تحول زندگیت شکرگزاری کنی. ایمان فعال کلید رسیدن تو برای خلق خواسته های زمینیته. پس با تمام وجود برای تحقق خواسته هات شکرگزاری کن و تمام خواسته هاتو به خدا بسپار. حالا ازت میخوام از خودت به خاطر قدم برداشتن در این راه عظیم شکرگزاری کنی. قدردان این آگاهی بزرگ باش. حالا به سمت دریچه قلبت که به پورتال لئو متصل بوده برگرد. در رو باز کن. آروم آروم وارد بدنت شو. تمام اعضای بدنت رو حس کن که سر تا سر انرژی شدن. کم کم بدنت رو تکون بده و هر وقت که آماده بودی چشماتو باز کن. ازت میخوام دو دستت رو بر روی چاکراه قلبت در وسط قفسه سینت قرار بدی و با تمام وجودت اعلام کن: به اذن خداوند بزرگ از این لحظه شروع جدیدی خواهم ساخت برای خلق بهترین ورژن خودم. نماسته. آفرین، آفرین، آفرین. تبریک میگم به تو روح بزرگمنش، به تو روح آگاه، به تو روحی که تکه‌ای از خداوند بر روی زمین هستی. ازت میخوام از امروز تا 7 شهریور این مدیتیشن رو تکرار کنی. هر بار کدهای جدیدی برای تو بازگشایی میشه. دقت کن، اگر تصویری ندیدی دلیل بر این که کدگذاری انجام نشده نیست. تماماً کدهای مورد نظر برای تو ثبت شده و تو رو به سمت زندگی که لایقشی هدایت می‌کنه.